ببینید این علائم گرفتگیه. ببینید وقتی این شروع میکنه شلاق زدن نشونه های خوبیه، یعنی داره اسیدشویی به درستی انجام میده. و اینکه این چیلر حداقل چندین ساله که شرکت اصلگوی صنعت مسئولیتش رو به عهده گرفته و شستشو میده و اینکه جزو کارفرمای خوب ما هستن. چیلر مهر اصله.